برادر عزیز پرسید السلام علیکم داملای محترم، بهترین ذکر کدام است؟ بهترین ذکرها کدام است؟ این سوال هم خیلی سوال مفید و خوب است. بهترین ذکر کلمه لا اله الا الله است برادران عزیز. در روایت ها آمده است، این حدیث هم ترمذی هم نسائی روایت کردن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که افضل الذکر لا اله الا الله، گفتن بهترین ذکر این کلمه لا اله الا الله گفتن است. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن هر انسانی که در یک روز 100 بار لا اله الا الله بگه، از او شخصیت در دنیا بهترین شخص وجود نداره. یعنی بهترین شخصیت همون روز در دنیا همون انسان است، مگر گفتن یک انسان دیگر هست شخصیتی که 101 بار بگه. کسی که یک بار از این زیادتر گفت او یعنی که بهتر است. ثواب لا اله الا الله بسیار وصف کرده هستند جناب پیغمبر در حدیث. بهترین ذکرها یعنی کلمه لا اله الا الله. حتی پیغمبر بزرگوار در روایت گفتند که الایمان بضع و سبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله. حدیث مسلم است، از ابو هریره روایت کرده که ایمان 70 چند شاخه داره، بهترین شاخه های ایمان کلمه لا اله الا الله گفتن است. کسی کلمه لا اله الا الله بگه یعنی که بهترین شاخه ها گفتن همین است. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن هر شخصیتی که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هر انسانی که آخرین سخنی که در دنیا میگه و جان از بدنش بیرون میشود، پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که آخرین سخنی که در دنیا میگویه و بندگی میکنه این سخنش لا اله الا الله باشه، او شخصیت داخل جنت میشود. ببینید چقدر فضیلت کلام. و همین خاطر سنت است که در حالت محتضر، حالتی که یک انسان در حالت جادیه است، انسانهایی که در کنارش هستند و زبانی بلند بگن که لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، یعنی تلقین کنن ویا گفتن بگیرن تا که سخن در زبانی ویا بشینن. حتی عزیزای خدا دوستای خدا میگن که هر انسانی که در دنیا چی سخنی را زیاد در زبان گفتار داشته باشه، حالت مرگ همین سخن میگوید. و این خاطر پناه به خدا انسان‌هایی که زبان‌ها را دغل کرده، بدشنام و یعنی به بدی آموخته کرده، خیلی حذر کردن در این زبان کلمه لا اله الا الله آموخته کن تا اینکه وقتی که آخر لحظه حیاتت میشود یعنی به کلمه لا اله الا الله گفتن از دنیا برد. بهترین ذکرها چه هست؟ لا اله الا الله هست برادران عزیز بزرگوار. و روایتی هست که حدیث بخاری هست، مسلم هم روایت کرده است، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خداوند دو کلمه را از بنده‌هاش بسیار دوست می‌دارد، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه است که پروردگار بسیار دوست می‌دارد، خفیفتان علی اللسان، گفتنش در زبان چقدر آسان است، یعنی که گفتنش در زبان مشکل و دشوار نیست. ثقیلتان فی المیزان، در ترازوی قیامت وزنشون بسیار وزین است. این دو کلمه چی هستند برادران عزیز؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. کسی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بگه، این دو کلمه خداوند بسیار دوست می داشته است.